یه کتاب بی‌نقصه، 1400 ساله که حریف میطلبه. هر کی با قرآن در افتاد ور افتاد. مگه قرآن کشتیگیره که حریف میطلبه؟ اصلا چرا همه چی رو از زاویه رقابت و خشونت و جنگ و جهاد میبینن اینا؟ طرف میگه آیات قرآن بی‌نقصه، بعد برای فهمیدن یه آیه احمقانه که به هیچ دردی نمیخوره 1000 تا تفسیر و شیخ متوسل میشه. واقعا فکر میکنی اگر قرآن کلام خدا بود نیازی بود که یه آخوند ریشوی شیپیشو بشینه واسه تفسیرش کنه؟ بچه‌ها قرآن معجزه است. آره معجزه است. معجزه‌ش هم اینه که غیر انسانی ترین و زشت ترین و ترسناک ترین آیاتشو با معنی و مدرک و دلیل برای مسلمونا ترجمه میکنی. در حد متقاعد کردن سنگ بهشون میفهمونی این آیات برای هدایت بشر به تاریکی و فساد و خشونته.